در موج برنامه اطلاعاتی خبر. گفت و شنید نوبتی بین تاجیکستان و روسیه. در شهر ترسونزاده به هر خانواده کتاب تاجیکانی علامه باباجان غفورов تقدیم می‌گردد. تازگی ساحل از اطراف سردریا 4.5 متر مربع پرتو برآورده شد. هشدار سفارت تاجیکستان در مسکو به مهاجران. در دایره برگزاری فستیوال جمهوری صدرنگی چکن نمایش فروش سوزنی و گلدوزی دایر می شود. معاون یکم وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان غفور محسن‌زاده با نمایندگان فوند رسیدگی سرمایه‌گذاری مستقل فدراسیون روسیه جهت تحویل واکسن اسپوتنیک وی به تاجیکستان گفت و شنید فاصله‌ای انجام داد. ضمن گفت و شنیدها جانب‌ها دایر به انتقال واکسن اسپوتنیک وی به تاجیکستان مبادله افکار نمودند. در نظر است که بعد به قیدگیری واکسن مذکور به تاجیکستان انتقال داده شود. باید گفت که این اولین گفت و شنید وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان با فوند رسیدگی سرمایه‌گذاری مستقل فدراسیون روسیه جهت به قیدگیری و تحویل واکسن اسپوتنیک وی به جمهوری تاجیکستان میباشد. کاروانی کتاب تاجیکانی علامه باباجان غفورов که همچون قاموس و شناسنامه ملت ارزیابی می‌گردد وارد شهر ترسونزاده شد. کاتب مطبوعاتی رئیس شهر ترسونزاده فیروز خالقов به خبرنگار امید خبر ابراز داشت که خوشبختانه تحفه پرارزش محترم پیشوای ملت به شهر ترسونزاده نیز وارد گردیده از جانب مردم مهنت‌دوست شهر با خوشحالی پذیرفته شد. جهت سری وقت رساندن تحفه سرور دولت به اهالی در نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر کمیسیه تأسیس گردیده تقسیم کتاب‌ها در 9 جماعت دهات و مرکزی شهر که فراگیر بیش از 55,000 خانواده است متشکلانه عملی کرده می شود. با مقصد در سطح بلند استقبال نمودن جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و در دایره سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی با اقدام شعبه حفظ محیط زیست شهر خوجند در خیابان رحمان نبیف در ساحل دریای سیر تشبث تازگی ساحل گذرانیده شد. در اقدام تازگی ساحل زیاد از 300 نفر استادان و دانشجویان مؤسسه‌های میانه کسبی و عالی شهر خوجند اشتراک نموده ساحل سیردریا را از پرتاب‌های معیشی و علف‌های بیگانه تازه نمودند که در نتیجه به پرتابگاه شهر 4.5 متر مربع پرتاب برآورده شد. تشبث تازگی ساحل در دایره نقشه چاره‌بینی‌های مقامات حفظ محیط زیست اوید به 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 منتظم راه اندازی می‌گردد که هدفش حفظ محیط زیست، بلند برداشتن معرفت اکولوژی ساکنان و ترغیب طرز حیاتی سالم است. سفارت تاجیکستان در روسیه با نشر یک بیانیه باری دیگر از مهاجران تاجیکی که در قلمرو این کشور هستند خواسته است که اگر تا این دم به دلایل گوناگون بودوباش خود را قانونی نکردند این کار را تیزتر انجام دهند. سفارت گفته است که اگر مهاجران با سبب‌های گوناگون خود را به قید اقامت یعنی رجیستراسیون نگرفتند و آنهایی که تا این زمان غیر قانونی کار می‌کنند اینچنین نفرانی که حقوق ویرانکنی مأموری صادر نمودند خواهش می‌نماید که حتما به شعبه‌های خدمات فدرالی مهاجرت روسیه در محل اقامت حاضر شده ثبت نام کنند یعنی حالت اقامت بودوباش خود را در روسیه قانونی نمایند. حتی آنهایی که تا این وقت کار نکردند پاتنت های کاری خود را تمدید یا نو کنند گفته است نمایندگی تاجیکستان در روسیه. این هشدارهای سفارت تاجیکستان در روسیه بر پای آن است که جانب روسیه از تمام مهاجران خواسته است که تا سال 15 ایونی سال جاری بودوباش خود را در این کشور قانونی کنند وگرنه برای سالهای طولانی از روسیه اخراج می شوند. شنبه 1 ماه مای در جمهوری فستیوال جمهوری صدرنگی چکن برگزار می‌گردد. فستیوال مذکور با مقصد اجرای نقشه برگزاری فستیوال، نمایش، اید و آزمون‌های عنعنه و هنرهای مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2019-2021 که با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 30 دکمبر سال 2020 تصدیق گردیده است صورت می‌گیرد. با ابتکار کمیته کار با زنان و عائله نسل حکومت جمهوری تاجیکستان در دایره فستیوال جمهوری صدرنگی چکن برگزاری نمایش فروشی نمودهای گوناگونی چکن، سوزنی و گلدوزی در نظر است. سامعان عزیز این بود برنامه اطلاعاتی خبر. تا برنامه دیگر در امان خدا باشید. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر
аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.